پروردگارا در این روز عید دعای ویژه داریم برای مردم غزه و فلسطین. پروردگارا تو را به عزت و عظمتت ما را دشمن شاد نکن. خدایا امروز صهیونیست خبیث میگه داد میزنن کو فرشته های بدر و خندق و احزاب، ای الله داد میزنن مسلمانان را به مسخره میگیرن. کو امدادهای غیبی پروردگارتان؟ کو عمرتان کجاست؟ خالد کجاست؟ محمدتان کجاست؟ پروردگارا ربا ما را دشمن شاد نکن. ای الله اگر ما کوتاهی کردیم، اگر ما پروردگارا تقصیر کردیم که کردیم، ولی امروز پروردگارا آبروی پیغمبرت در میان است. پروردگارا اگر آنجا جان پیغمبرت در خطر بود، تو حتی با عنکبوتی کمک کردی، تو حتی با کبوتری کمک کردی. پروردگارا تو خودت در